یک جوان از یک آدمی که بیچاره عقلش نمیرسید و همون رسیده بود، هم نزدیکی داشتگی هست. اون بیچاره عقل نداشته است، لیکن 7 سال از این جوان کننده باز کلانسال بوده است. این معامله ها الحال در بین مردم ما و شما وجود دارد. اسلام ببینید میگوید که اگر ما خلا رجل بامرأتین الا کان ثالثهما الشیطان، اگر وقتی مرد با یک زن بیگانه در یک خانه می نشینند، یقین دارند که سیوم اونها شیطان می شود. رخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است؟ پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. در باب دعوت کردن زن به سوی جایگاه خواب بود و زنها اگر قبول کنند از حدیث هایی که به شما بیان کردم انشاءالله اونها برخوردار می شوند. اگر قبول هم که نکنند آن وعیدهایی که خواندم چی می شوند؟ سزاوار می شوند. لکن باز به شما خاطر رسان می کنم که جوانای عزیز، من باور کنین از این خدچه ها و از این مراجعت های زنها به خلاصه آمدم که به شما همه خبر می دهم، چگونه که در جمعه پیشین به شما خبر دادم که خانه‌داری ها را باید که با طریق برنامه های تلویزیونی نکنین. خانه‌داری هاتون مثل خانه‌داری های غربی ها نکنین، اینا حرام هستند. شما تقلیدی به مردم غرب نکنید. ملت را رفت چون آیین زده است، ملت را رفت چون آیین زده است، مثل خاک اجزای او از هم شکست. هستی مسلم ز آیین است و بس، باطنی دینی نبی این است و بس. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را. میگوید از مردم غرب شما پیرو نشین، آن دین و آیین و آن رسم و اصولی که داشتین با او رفتار کنین، با آنها شما معامله نکنین، با گفتار و کردار آنها شما چکار نکنین؟ رفتار نکنین. رسول اکرم میگوید سبعتون لا ینظر الیهم الخالق ولا یزکیهم و یدخلهم النار. گوش اندازه به نهایت وعید سخت از جانب پیغمبر خدا خبر دادن، برای کی 7 طایفه گفتن پیغمبر. 7 طایفه هست که خداوند در روز قیامت به اینها نظر نمی کند، در روز قیامت اینها را وارد جنت نمی گرداند و اینها را پاک نمی گرداند و اینها را وارد دوزخ می گرداند. این حدیث شمس الدین ذهبی در کتاب کبائرش آورده است در باب لواطه. میگوید این 7 طایفه کیها هستند؟ یکم الفاعل و المفعول به. پیغمبر گفتند فاعل و مفعول، کننده و کرده شده. یعنی 2 مردی که بچه بازی میکنند،
کننده و کرده شده هر دو در آتش دوزخ هستند. شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کند میگوید وقتی که میگه مرد بالای مرد میبراید، روایتی هست عرش پروردگار میگوید در حرکت می در آمده است، عرش الهی میگوید می جنبیده است و خداوند میگوید چنان غضبناک میشده است از عمل این دو مرد که حتی میگوید غضبش نزدیک است که آسمان را بر زمین بچسباند. لیکن همون حاملان عرش، ملائکه هایی که در اطراف عرش هستند، اونها میگوید چنان به شتاب سوره اخلاص میخوانند، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فقط صفاتهای خداوند میخواندند، چنان زیاد میخوانند که حتی که میگوید آهسته آهسته غضب خدا خاموش میشده است. وقتی که مرد بالای مرد میبراید، حضرت عیسی میگوید وقتی من به پیش یک قبر گذر کردم، نگاه کردم که یک دو جوان بی نهایت عذاب دارند. معجزه حضرت عیسی هم همین بود که از حال قبر خبردار بودند و از خداوند هر چی طلب میکردن خداوند برای اونها عیان میکرد. میگوید پرسان کردم ای دو جوان برای چی شما در این عذاب گرفتار شدین؟ میگوید عذابشان این گونه بود، یک تایمین جوان میگوید مثل آتش میشد، حمله به سوی دیگر میکرد، وای میسوخت، عذاب میکشید. باز یک زمان پس همون به جوانی رفیقی که سوختگی بود، وای باز شکل آدم میکشود، وای آتش میشود، باز اینش میسوزاند. وقتی پرسان کردیم گفتند ما هر دو در دنیا با خواهش یکدیگر بچه بازی میکردیم، یعنی وای مرا استفاده میکرد، من وای را استفاده میکردم. امروز عذاب ما تا روز قیامت همین است که وای مرا میسوزاند، من وای را میسوزانم. چه یک عمل زشتی هست. امروز همین عمل زشتی که پیغمبر خدا 1000 و قریب 500 سال پیش یاد کرده است، امروز در بین مردم ما و شما وجود دارد. اگر شما آگاه باشین، در ماه می بود وقتی در حکومت مجلس شد، از لیلی کوتل دو آدم آورده محکم کردن، یک تاش بچه 5 ساله، یک تاش بچه 19 ساله. هم لیلی کوتل ما و شما همون کودک که رسیده است وای با بچه امکش بوده است، همون کودک 5 ساله را رسیدند که وای کودک دیگر بیچاره هیچ جای آبادش نمانده است. لیکن حکومت باز غمخوار همین بدبخت کرده است، 8 سال وای از حقوق آزادی محروم کرده است. اسلام چی میگوید؟ اسلام میگوید بچه باز کشتن در کار. با 3 راه فقهای ما و شما گفتن، صاحبان مذهب، یکی گفتن با شمشیر کشتن در کار، دیگری گفتن نه، هر دی اینها را به آتش سوزاندن در کار در دنیا. حضرت امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شما گفتن اینها را از بلندی پرتافتن در کار. چقدر جای بلند میابین از بلندی میپرتاینشان. این است گفتن جزای اینها. اینم از کجا آمد؟ همین بچه بازی هم از مردم غرب آمد. من باوری دارم که همه شما تلویزیون نگاه میکنین، یک هفته هم نگذشته است در پارلمان اسپانیا قبول شد که بچه را نکاح کنه، درست است. امروز 5000 نفر مردها در شهر اسپانیا یکدیگر را در نکاح خود در آوردند. 5000 نفر. باز رئیس همون جمهورش خرسندی دارد که من از روزی که رئیس جمهور شدم چی یک اقدام نیکی را در بین ملتم هوی کردم کشادم. چیکار کرده است؟ 2 مرد را اجازت داده است که یکدیگر را در نکاح یکدیگر درآورند. این قبلا در نیدرلند هم بود، در ایتالیا هم بود، در بلژیم هم بود، لیکن امروز اسپانیا باید قبول کرد. آزاد، مرحمت. ما و شما باید که به نعمت اسلام شکرانه کنیم. همه این افعال بد و کردار بد و شوم برای ما و شما اسلام آگاه کرده است. این نعمت خیلی قیمتی است که خداوند برای ما و شما نصیب گردانده است. حتی در همین زیرکی هم همدانی دهم، یک جوان از یک
آدمی که بیچاره عقلش نمیرسیده است به همون رسیده بود، هم نزدیکی داشتگی هست. اون بیچاره عقل نداشته است، لیکن 7 سال از این جوان کننده باز کلانسال بوده است. این معامله ها الحال در بین مردم ما و شما وجود دارد. اسلام ببینید میگوید که اگر ما خلا رجل بامرأتین الا کان ثالثهما الشیطان، اگر وقتی مرد با یک زن بیگانه در یک خانه می نشینند، یقین دارند که سیوم اونها شیطان می شود. یعنی چی زنی همسایه باشد، چی همسینفش باشد، چی خیشش باشد، وقتی در یک خانه که تنها نشستند حتمی در وسواس شیطان گرفتار می شوند و اونها دست به زنا می زنند. اسلام میگوید جوانی که اگر زیبا باشد، بیریش باشد، ویم حکم زن را دارد، باید با وی در یک جانه نشینید. حضرت عبدالله ابن عمر میگوید وقتی در راه نشسته بود، نگاه کرد که یک امرد میگویند، عرب ها امرد میگویند، جوانی بیریش را امرد میگویند. میگوید یک جوانی خیلی زیبا آمده ایستاده بود. در حال حضرت عبدالله میگوید خانه در آمدن، در را بستند. وقتی این میگوید امرد، این جوان از پیش خانه عبدالله که گذشت، باز در را کشادند. رفیقای او پرسیدند چرا خانه در آمدی، باز بر آمدی؟ گفت یک فتنه از بالا آمده ایستاده بود. پیغمبر خدا گفته بود که کدام جوانی که زیبا صورت است، ریش ندارد، شما همراه او یک جا ننشینید. بین این حکمت های پیغمبر خدا را بین که امروز دو جوانی که یک جا میشوند حتمی به این کار دست داده ایستادند. خدا رحمت کند حضرت امام احمد حنبل میگوید یک جوانی را درس میدادند، وقتی که یک بار آمد، دویم بار آمد، گفت که دیگر نزد من نیا. گفت نزد من، گفت برای تو جایز نیست دست گرفتن. وقتی آمدی یگان محرم خود بیار، یا برادرت باشد یا پدرت باشد، همراه خود بیار. حضرت امام ابو حنیفه میگوید این جوانها را، یعنی چهره خود به او طرف میگرداند و این جوانها از پس می نشستند درس می گرفتند تا که همین فتنه شیطانی در بین اونها پیدا نشود. انا پیغمبر گفتند یکم کسی که در لعنت خدا گرفتار است، انا همون کسی است که در دنیا بچه بازی میکنه، که با این وعیدهایی که الحال گفتم اونها گرفتار میشوند. و دومش کی است؟ دومش پیغمبر خدا گفتند و ناکح بیدی، کسی که با دستی خودش حرام میکنه. اینها هم گفتند در لعنت خدا گرفتار هستند و روز قیامت از عذاب خدا خلاص نیستند. حتی رسول اکرم که در همین شمس الدین ذهبی را باب لواطه گفته، یک باب داره در همین کتابش، میگوید کسانی که با دست خود در دنیا خودشان حرام میکنن، اینها روز قیامت دستاشان حامله‌دار میشود. مثل زنی که حامله‌دار میشود، دستای اینا حامله‌دار میشوند و مردم میفهمند که اینها در دنیا جوانهای بودند که با دست خودشان حرام میکردند. اینا در میدان قیامت شرمنده میشوند. رسول اکرم میگوید کدام جوانی که یا معشر الشباب من استطاع منکم باءة فلیتزوج، کدام ای جوانی که کدام قدرت دارین، پیغمبر گفتند شما زن گیرید، فانه احسن للبصر اغض للبصر و احسن للفجر، زیرا که ناموس شما را، این زنداری شما، چشم شما را، ناموس شما را محافظت میکند. و من لم یستطیع، پیغمبر گفت کدام جوانی که اگر قوت زن گرفتن ندارد، فعلیه بالصوم فانه له وجاء، این بخاری روایت کرده است. پیغمبر گفتند که مادام جوانی که قوت زن گرفتن ندارد، با دست خودش را حرام نکند، بلکه وی روزه گیرد. گفتند پیغمبر زیرا روزه گفتند وی را شهوتش را میشکند، شهوتش را نابود میکند. این است توصیه پیغمبر خدا برای ما و شما. انشاءالله من دوام این حدیث و دوام احترام شوهر نسبت زنها جمعه آینده کاری میکنیم که البته با همان خاتمه میبخشیم، زیرا که با سوالهای خیلی زیاد نزد ما وجود دارد تا که اون سوالها را برای شما جواب میگردانیم. جوان دخترها و جوان پسرها برای عشق همین فریبی که در دنیا هست خودشان قتل میکنند، خودشان نابود میکنند. این بسیار بدبختی دارد.
برادرای عزیز هیچ وقت نزدیک بر این نشوید. اگر چند خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه که البته دلیل‌های قوی دارد برای جنازه کردن، معنای او را ندارد. امام احمد حنبل گفتند همون آدمی عرق نوش یا آدمی که در حالت خودکشی از دنیا گذشت خوب می شود که آدمایی با تقوا و با آبرو جنازه‌ش نخوانند. آدمانی که به علم و جاهلن همونا جنازه‌ش نخوانند. برای همین این معنای را ندارد که جنازه تو را کسی که خواند نخواند تو با این وعیدهایی که از حدیث‌ها و آیات‌های قرآن است البته روبرو می‌شوی. و این خاطر این بد است. همین قدرش برای تو بس است، همین شرمندگیش که گویان که فلانی حرام مرده است. همین به خدا باور کن، تو که رفتی جزات پیشگاه خدا را میتی، لیکن اینجا اولاد اجداد در خجالتند. تا وقتی که هستن میگن پدر فلانی حرام مردگی است یا برادر فلانی حرام مردگی است. این گویم شرمندگیش در اولاد تو تا روز قیامت میماند. برای همین هیچ وقت برادرای عزیز و برادرای مهربان به این عملهای هیچ وقت چنگ نزنیم که این زیبنده آدمی مسلمان نیست. السلام علیکم حاجی محترم داملای عزیز. وقتی که نام رسول الله گفته می شود مردم خود را خم می کنند و دو انگشتانشان را بوسیده با چشمشان می گذارند. این حقیقت دارد یا نه؟ بعضی ها ما شما وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگیم بسیاری از مردم ما و شما همیشه میانش خم می کنند. خب گویا که احترام باشد. خب اگر چنده که برادر عزیز یا وقتی که اذان میتین دو انگشت همین خودمان نرینه میگوییم، همین انگشت های غوث کلام همین بوسه میکنن و در چشم هاشون میمالند. وقتی که اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله گفته میشود همینجا بوسه میکنن و در چشمک هاشون میمالند. این حدیث عینین میگویند. این حدیث عینین یعنی حدیثی که همین برای بوسیدن انگشت و در چشم مالیدن، خدا رحمت کند، موضوعات شوکانی ده، موضوعات علی قاری ده این حدیث باطل میگویند. این حدیث هم نیست میگویند، این دروغ است. اگرچند که خدا رحمت کند صاحب فتوای کنز العباد، فتوای جامع الرموز، فتوای صوفیه، فتوای عجایب المحیمات و خزائن العبادات همین ها را رخصت دادن، لیکن دیگر صاحبای کتاب میگن که این کتاب ها معتبر نیستند. از آن جمله داملا محمدی همین قمسنگیری که من دائم برای شما از نام ایشان یاد میکنم، کتاباش بسیار کتابای خوب و جالب هستند. در کتابش هم حضرت هم همین حدیث بیان میکند و میگه این کتابها معتبر نیستند. و این خاطر از همه در بهترین احترام عزت الله این از وقت نام الله گفته شد شما جل جلاله گوین از جاتون نخیزین، یا نام رسول اکرم گفته شد محمد صلی الله علیه و سلم، محمد گفته شد شما گوین صلی الله علیه و سلم. تماما خطانه تکان ندهین، با که ندارد گناهگارم نمیشنید. حتی صاحب مجموعه الفتاوا هم به این رفتن که این عملم درست نیست گفتن. و این خاطر بهترین احترام ما حبیب خدا را به نام آن اللهی که آفریده است از پدر و مادرمان هم دوست می‌داریم. برای خدا و برای رسول خدا هرچی بسر ما آید ما از پروردگار منتظر او هستیم، به جان و دل قبولش داریم. لیکن این معنی را ندارد که من نام رسول الله را شنیدم و از جان که نخیستم گویا که من در یگان جریان دیگر باشم یا که حرمت به پیغمبر نداشته باشم. ولی بسیاری آدم ها شاید بعد شنیدن این حتی در ذهن مردم ما که این خیستن هست و دستا را در مثال چشم ها مالیدن هست، ممکن که یکی اعراض گیرن گویان که با این مردک با فتوای نو برآورد یا دیگر مرحمت کتاب بیار. از همه بهترین صورتش بحث خوبش کتاب است. برای همین گذاریم همون خدا رحمت کنه همون گذشته ها مانه همون گذشته ها را دیگر کاردار نشویم. من میدانم که
دلیل بسیاری از ما و شما فقط گذشته ها هست. او فلانی میکرد که آخر میلش فلانی هر چی میکرد خدا رحمت چون کنه. شاید فلانی نمیدانست، شاید فلانی همین کتاب نداشت، ایناش هم شما از نظر کنترل نکنید. فلانی فکر میکنه همین حاجی میرزا همه را میدانه. باور که من بی‌سوادترین گویم اهل علم نمین مردم تاجیکستان به خدا من در بین عالم ها اعلام کرد بی‌سوادترینش من هستم. فکر میکنیم ما همه را میدانیم؟ نه نمیدانیم همه را. یکی پس فردا ممکن ما هم از دنیا گذشتیم بعد نگویم که یکی یگان مسئله را از من نشنیده باشین بگوین آخه همین مسئله را حاجی میرزا نگفته بود. شما یقین دارین شاید حاجی میرزا همون را ندیده است یا نمیدانید. برای همین شما یکی مبادا با بعد شنیدن این نگوین که مقصد این مسئله را نادرست کرد. نه برادر عزیز، من هیچ مسئله را از کتاب بیرون برای شما بیان نمیکنم. چیزی دیدم همون بیان میکنم. چیزی در مذهب من هست از مذهب بیرونم فتوا نمیتیم. خب برادر عزیز، انا همین از احترام، انا همین از که شما تعظیم خدا جل جلاله، تعظیم رسول صلی الله علیه و سلم است. خودتان تکان ندهیم با که ندارد. السلام علیکم بابای داملا، من از شما خواهش دارم که سوال ما را در همین جمعه جواب گردانید. در پیش نماز جمعه آب ماندن قیترمه حساب می شود یا نمی شود؟ نه حساب نمی شود. شاید بسیاری آدم ها هست که در همین محراب در پیش ما مثال در همون شیشه هایی که هست آب میارن، همونجا میگذارن و همین برده مثال چکار میکنن می نوشن. نه، بهترین صورتش همین است بیارید شما همون آبها را ما آیت قرآن در داخلشان خوانیم برای شما دیم، برده مرحمت استفاده برین. اینش طبق سنت است، اینش انشاءالله فایده دارد. اینایی که ما و شما میمانیم گویا که این مثال همچون قیترمه ای که میگوید حساب میشده باشد، نه این حساب نمیشود. بداره یک بار یک جمعه ده خدا خیر شدید کسی را نمیدونم برای نوشیدن ما آورده بود یا برای منبر آورده بود که خیلیشان نوشیده بدیم. اما اگر برای نوشیدن باشد ما تبرک میشود. ما تبرک ده اخلاص داریم، بیاری خیلی می نوشیم میتیمتون تبرک برده نوشیدن بگیریم، لیکن برای اکو این تماندنش خیلی نه اجازت نیست. سلام به شما پیشوای عزیز حاجی میرزا و با همه آن برادرانی که در حضور شما نشستند. داملای عزیز، از شما احترامانه یک خواهش میکنیم. التماس خواهش ما را رد نکنید. خواهش ما چونین است: یک نماز جمعه شما از ایشان نورالدین جان خواهش کنید که به مسجد شما تشریف آورد و شما در مسجد او. فکر میکنم که خواهش ما را رد نمیکنید. ما یک گروه برادران از شهر کلاب سوال انتظار هستیم. ما برادر عزیز همه اهل علم تاجیکستان دوست می‌دارم، احترام میکنم. علاوه خصوص آن کسانی که بیشتر خدمت در دین میکنن، بیشتر مردم به خدا و به رسول آشنا میسازند، غیرت دارند، جسارت دارند، حقیقت به گوش مردم میرسانند، اونهاش در مدح اول دوست میدارم. برای ما نسبت بابای ایشان نورالدین جان گمان نیک دارم، به خاطر که موعظه های تأثیر بخش دارد، حقیقت بیان میکند. ما حضرت احترام میکنیم و گوییم که نسبت این حضرت هم احترامی خاصه داریم. به این خاطر ما چندین بارها برادر عزیز دعوت کردگیم، از آن جمله برادرش ایشان محمود جان هم به نزدیکی دعوت کردیم که حضور فرمایند، لیکن رد کردند، گفتن که ماها آمده نمیتونیم. همین شما که همونجا هستین همین کفایت میکند گفتن. و این خاطر ماها پیشنهاد مونه کردیم. این شما که اگر آورین با دو چشم قبول، مرحمت. ما صدقه همه اهل علم میشیم. ما نسبت هیچ کدامش گمانی بد نداریم، همش دوست میدارم، احترام میکنم.
همش دوست می‌دارم. اگر چند از بعضیاش میشنوم که ما را در تنهایی غیبت میکنن، اوناش هم به خدا دوست میدارم، اوناش هم حرمت میکنم. ما خاک پای هموناش هم نمیشیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک سوال داشتم. همین دوره کردن میت در اسلام هست یا نیست؟ با همین روشنی پره میانداختید. مهم است برادر عزیز. ما از شهر دوشنبه آمدیم. من این یک جمعه دا گفتگی بودم درباره دوره که از گوییم که مرده های ما و شما پیش از در قبر گذاشتن یک طبقه گندم میاریم. اولها خیلی متریال و پول میماندن، هرچی که در همون طبق میماندن وقتی دامولا هم دوره را که میگردن قاعده‌اش همین بود که حتمی باید تقسیم میکردن. حاضر شکر خدا که پول تقسیم کنی برداشته شید و هزار شکر که اون متریال تقسیم کنی از بین رفت. پولی که الحال جمع می شود همچون کمک برای مرددار داده می شود. بسیار نیک است، بسیار خوب است، جانبدار است. لیکن دوره اساس ندارد برادر عزیز. من این اعلان کرده بودم، دوره اساس ندارد و این در یگان کتاب راستی بار من همین کتابای معتبری که باشد چشمم نافتید است که شما همین زیلی که ما امروز میکنیم همین انجام دهید. نیست در کتاب ها، ندیدم برادر عزیز. خیلی شد خدا را شکر که از همین دوره ها من خودم دور هستم. اینا بسیاری مرده ها برادرها میدونن میآیند، من نمیرم. در بعضی هاش ضرور میبرنم. همون باور که اون معرکه دا خود من ناراحت بخوام که در حتی مسئله مختصر هم وجود دارد که در هر یک نمازی که انسان در حالت بیهوشی در حالت خودش نیست، او اگر عقلش باشد و دستش کار نکند پاش کار نکند با اشاره سر باید نمازش خواند. لیکن وقتی از اختیاری خودش برآمد دیگر هیچ کس نشناخت ندانید، این حالت در چند نمازی که از او فوت می شود سر هر نمازش 2 کیلو گندم همو وارثاش میتین، انشاءالله خدا اون نمازش را میبخشد. این از قاعده درستش همین است. من امروز مسئول و من میدانم که به خاطر این مسئله ها ولی چندین جا با محاکمه میشم، لیکن مسئولم باید حقیقتش به گوش شما رسد. خیلی طرف شما خطانی اینجا وکیلا شدگیان، اینجا بعض ملاهای محله هم شدگی هستند. کوشش کنیم برادر عزیز، دستگیری کنیم. مرا نه، کتاب ها را، آن چیزی که به ما و شما از خدا و رسول رسید همون را دستگیری کنیم، مرا دستگیری نکنیم. در قنات ما ایستین. همین چیزایی که امروز ضرورت ندارن، امروز وزنینی به گردن مردم آورده است، از اسلام ما نیست. کمک کنیم ما هم اونا را از بین برداریم، ثواب بگیریم و شما. وقتی این سوالات به دست من رسید در حال جواب دادنش که مشکل نیست، زیرا من باوری کامل دارم هیچ کس برای این دلیل یافته هم نمیتواند که مرا متهم سازد که این مرحمت در حدیث، این در کتاب فقهی وجود دارد. ندارم. من با گردن بلند برای شما میگم. فقط از یک چیزش گویم که همین که خواطر هستن که بعضی ها اولی اینها را بردن محاکمه میکنن که حاجی نادرست کردگی است، جواب نادرست گفتن. لیکن از شما خواهش وقتی در پیش شما گفتن نادرست است، از شما خواهش همین است گیرد کتابش همراه او پیش من بیایید، پیش من بیایید، بیارد کتابش ببینیم. اگر به شرط همون حق باشد به نام آن خدا بین شما در میخیزم میگم من غلط کرده بودم، نادرست کردم، من همین چیز ندیدم، از همین فتوام پس گشتم. با که ندارم. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا. مردم انشاءالله قبول دارد. من فکر میکنم بعضی همون کسانی که مثل من اونقدر علم کامل ندارن همونا بحث میکنن. این مردم قبول دارد. مردم میداند که ما از ورق گپ نمیزنیم، از دفتر گپ نمیزنیم، از کتاب گپ زده ایستادیم. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا. پیش از همه به شما تنی صحت، دل بیغم و در همه آرزوهایت برار خواهان هستم. ما یک گروه مخلصان شما
از شما احترامانه یک خواهش داریم. اینم شما با مصلحت ایشان نورالدین جان یک نماز جمعه را در مسجد ایشان گذرانید و ایشان نورالدین در مسجد شما. این خواهش از جانب همه برادران آرجانکیزآباد است، هم از شهر کولاب. خواهش میکنم هرچی زودتر، خطا کردم مرا بخشید. برادر من جواب شد گفتم سلام به واسطه پوچتا، به طریق اینترنت سوالایی که میآید. سلام داملای شیرین سخن، ما یک گروه دانشجویان حربی در روسیه میخواستیم با سوال ما جواب روشن میدادیم. ما را نماز خواندن نمیمانند، 3 وقت خوراک با گوشت خوک میدهند. ما چیکار کنیم؟ در حق ما دعا کنید که ایمان ما مستحکم شود. خدا ایمان شما را مستحکم گرداند. ایمان شما مستحکم است که از ما این سوال کردید. خدا بازم ایماناتون مستحکم گرداند و خدا او رهبرهای دل سخت شما را خدا دلهاشون ملایم کند که به نماز عبادت شما اونا چقه نشوند. راستی بار برادر عزیز، در حالتهای خیلی اضطراریه که انسان روبرو می شود، خوردن چه گوشت خوب باشد چه دیگر گوشت ها باشد برای ما مباح می گردد. حالتهایی که ضرورت باشد، حالتهایی که اگر ما همون استفاده نبریم شاید هلاک شویم، شاید که در ما یگان ضرر و زیان در جسم ما پیدا شود. با این خاطر چه هست اجازت است که شما از حرام کرده ها استفاده برین و حکم این حالت مباح می‌گردد. لیکن اگر ذره امکانیت باشد شما نمازاتون در وقتش خوانید، لیکن نشد شب همونا را همشه گویم با ترتیب خوانیم. خداوند مهربان است، خداوند از حال شما آگاه است، الله شما را میبخشد. این از دادر عزیز جواب همون مختصر برای شما. السلام علیکم داملای عزیز. سوال از بچه های دوشنبه. ما را میگویند که اگر به حضرت مولانا رویم در دست شما اگر آذخ هم که باشد اونجا برای شما شفا می شود. شما نسبت همین مسئله چی گفتنی؟ آذخ هم می دانیم، آذخ یک زخم خیلی ناخوب هم هست، در رویم می براید، در دستم می براید. بچه ها گفتن اگر همون مزار رفته و مثل مزارهای ما و شما برید جاروب دارن که جاروب خطی می روان و خاک می گیرن در بالای زخاتون می شکن، از جنودهای درخت می شکنین، در مثال گردنهاتون کشال میکنین و درخت مثال گوییم که گهواره های خانتون در کشال میکنین و خواب یا اینکه کدام تو برای کشایش کار گرفته همونها را همراه میگردانی، نمیدانی که تو الکه در شرکیات رفته درک نداری. حالا که برادری عزیز آخه خدا را شکر امروز این ترقیاتی که در طب ما هست، آخه او را مزارستان گفتن، او را بیمارستان نگفتن. اگر بیمارستانش میگفتن اگر گویم جای همین طبابت میشد اعلانش میکردن که اینجا قبرستان نه، اینجا بیمارستان است. برای این برادرای عزیز و گرامی اونجا بیمارستان نیست، اونجا آذخ شما در شفا نیست. شما دکترها در مراجعت کنید. شما در راست او حضرت ها که رفتین امونا باور کنین از شما ناخشنود میشوند وقتی شما زیارت درست نمیکنید. و زیارت به خاطر عبرت گرفتن است، به خاطر آینده قبر او را دیدن و قبر خود یادآور شدن است. آخه در راست وی رفتی در حقش دعا کن، در حقش طلب مغفرت کن. وی بیچاره احتیاجی به این دارد. نخواه که ما از اونجا خواب تو دیگر گرفته در بالای
مجازات ها و نالیده و از اونجا کمک طلب کنیم. این در من 10 بار برای شما برآمدها کرده بودم. حتی مورد این برآمدم سرزنش ای رهبرها شدیده بودم، لیکن شکر خدا که میلش آخر اون نمیفهمد. من مثال را فهماندم نمیتونم. با این خاطر شما را تأکید میکنم که اونجا جای شفا نیست برادر عزیز. شفا در شفاخانه. روین دکترها در شما مراجعت کنین، انشاءالله خدا برای همون دکترها برای شما راه معالجه شما میآورند، لیکن از اونجا برای شما شفا نیست. گناهگار میشوین برادر عزیز و گرامی. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. درود و رحمت خدا بر شما باد که ما همه امر معروفای شما را گوش کرده و بیان عادی و ساده شما را گوش کرده حلاوت میبریم. ما یک گروه زنان از فرغان تیپه با پختن کله و پاچه گاو و گوسفند مشغولیم. اگر در دیگ اندازیم کله را با دندانهایش درست است، حلال هست یا نیست؟ خدای مادرارم شرم و حیا نصیبشان گردانه و بازم هدایتشان خداوند زیادر گرداند و در دل این مادرها خداوند عشق ذات خودش، عشق حبیبش، عشق قرآن اسلام خداوند جایگیر گرداند. مادرها پرسیدن ما مقصد کله گوسفند و پاچه گوسفند و دیگر پخت و پز میکنیم. اگر همین کله گوسفند همراه دندانهایش در دیگ اندازیم، همین حلال است یا نه؟ حلال است برادر، باکی ندارد. اگرچه بعضی صاحبای کتاب فقه خدا رحمتشان کند گفتن که حلال نیست، گفتن اگر کله گوسفند از گاو است در دیگ با دندانهاش اندازید، زیرا که گفتن در گویم دندانها شاید که یکان نجاستی باشد، گفتن احتیاطاً گفتن. و ایلا هر چیزی که اگر گویم گوشتی او حلال باشد و پسماندش هم حلال است. برای همین این گوسفند است، گاو است، با دندانهاش هم که اگر شما در دیگ اندازینم مقصد دیگ شما حرام نمی شود، خوراک پخته شما حرام نیست، درست است. لیکن در مردم ما عادت است که دندانهاش هم میگیرند، دندانهاش هم میشکنند و بعد در دیگ میپرتند. هر دو صورتش درست است، باکی ندارد. السلام علیکم جمله عزیز، خدا شما را نگه دارد. سوالی داشتم، همین کرخط از اسلام است یا از اسلام نیست؟ این سوال فقط همین این جمعه فقط سوالای آنچه که امروز مردم ما پایبند او هست. کرخط همه میدانیم و فیلم تمام تاجیکستان خوجندی ها را نمیدانم چی میگویند، اکثر مردم دیگر این جانبش کرخط میگویند. کرخط معناش همین است که اگر شما چیزی گم کنید پیش یک اهل علم میرین، پیش یک آدمی گویم اکن با فهم و پیشوا میرین و بیان میکنین، اون کس در رشته یا در قبچو همون کاردای هست میخوانن و میدمن و در دست شما میتیان، اینا میگوین کرخط. حاضر گویم اگر این تا سخت کرده گویم نادرست است، باز یکی ممکن شما ویران شوید، لیکن ملایم کرده میگویم که کرخط از اسلام نیست. کرخط از اسلام نیست. در رشته گیره انداختن و پوف کردن هم حبیب خدا از جمله سحر گفتن، این جادو هست گفتن. حدیث است برادر عزیز و گرامی. اگر کسی در گیره می دمد و او را گیره می اندازد و در گردنش کشال می کند، برای مال گم شدت می تید، همین از سحر گفتن، همین از جادو گفتن. و کسی گفتن اگر مبتلای سحر، پایبند سحر باشد، پس او در شرکیات رفتگی هست. و این خاطر شما دادر عزیز یک کار کنین، حدیث های پیغمبر در آمد است،
کسی چیزی را که گم کند اولا در مسجد اعلان نکند. من خوانده بودم برای شما که چیزی گم شده را در مسجد اعلانش جایز نیست، درست نیست. و اینکه آن چیزی از شما گم می شود، چه مبلغ باشد چیزی نباشد، در حال 2 رکعت نماز خوانید. در حال 2 رکعت نماز خوان، بعد التحیات انجام دادن، درودار خواندی، سلام دادی، دستات به سوی پروردگار بردار، بگو خدایا همین مبلغی که در دست من بود، این آرامی دل من بود، این وقت خوشی من بود، این مهربانی و لطافت تو بود که به دست من آمد. امروز که این از دست من ای پروردگار تو که گرفتی، باز به سوی تو مراجعت میکنم، خدایا همون را باز پس بر من نصیب کردم. انا همین معنای حدیث است. مراجعت کن به آن ذاتی که اینا گم کرد، همون ذات برای تو پیداش میکنه. این از طریق درستش داده رای عزیز. مایل از این اگرچه که بسیاری از برادرها در این مشغول هستند، لیکن این ناجایز است، این نادرست است. طریق درست داشت انا همین است. بله انسانی که گاو گم میکند، پول گم میکند، برای دریافت کردن او تا پیش فالبین ها را میرود. میدانید پیش فالبین میرود. حالا که پیش فالبین رفتگی آدم دیگر مگرم گفته، همین مردم خودمون مگرم میگه، مگرم که همین قرآن و حدیث پس پشت مانه و بعد پیش فالبین برود. برای چی؟ برای پیدا کردن آن چیزی که گم شده.